یکی از هدفهای اساسی آزمون معلم سال این دریافت آموزگاران نوآور و ایجادکار، بلند برداشتن استعداد کاری، تکمیل دادن مهارت آموزگاری، ترغیب همه‌جانبه تجربه پداگوژی آموزگارانی میباشد که در تعلیم و تربیت شاگردان به نتیجه های نظررس نایل گشتند. در چند سال اخیر آموزگاران جوان نیز در چنین آزمون ها شرکت می‌ورزند و در برابر آموزگاران با تجربه از خود ملکه و مهارت خوب نشان می‌دهند. مرحبا اشورова، آموزگار مؤسسه تعلیمی رقم 9 ناحیه روشن، یکی از آن آموزگاران است که در نتیجه جستجو و آموزش تجربه همکسبان وطنی و کشورهای خارجی تکمیل دانش تکنیکی توانست در میان همپیشگان خود صاحب آبرو و مرتبه گردد. در آزمون ناحیوی معلم سال مرحبا بار دیگر از خود لیاقت و مهارت خوبی کسبی نشان داده به هیئت حکمان ثابت نمود که در کسب خود شخص تصادفی نیست. این آموزگار جوان که ختم کرده دانشگاه دولتی شهر است، از استادان فاکولته بیولوژی بساروزی است و میگوید که محض با تلاش و زحمت‌های آنها این اختصاص را با تمام نازکی‌ها از خود نمود. می‌خواستم اظهار منتداری خود را به حکومت مملکت و خصوصا پرزیدنت کشور بیان می‌نمایم که پیوسته ما جوانان را دستگیری می‌نماید و برایمان هر گونه آزمون‌ها را راه‌اندازی می‌نماید تا برای پیشرفت علم و معرفت مساعدت نماید. من امسال در آزمون آموزگار سال 2021 اشتراک نموده در دور ناحیوی سزاوار جای اول گردیدم و میخواستم تا به دور ولایتی جمهوری راحت گیرم و نام مؤسسه، نام ناحیه و نام ولایت را معرفی نمایم. با گفته مرحبا اشورова، در اساس نظام نو معارف در جهان نه به دانش بلکه بیشتر به صلاحیت نوکی اهمیت بیشتر میدهند. این معنای آن را دارد که خوانندگان در برابر دانش نظریوی باید دانش عملی خود را تحکیم بخشند. از این رو جاری نمودن اصولهای اینوواسیونی و فعال تعلیم میتواند که سطح و صفت تعلیم را بلند بردارد.